میگویند که سال 1935 یکی از اثرهای بزرگ استاد عینی غلامان روی تب آمد. این اثر 100 سال دوره تاریخی را فرا میگیرد و سال 1933 واقعا به پایان میرسد. استاد عینی میگویند که این اثر از هر جهت نوشتنش برای من آسان بود، زیرا در زادگاه من صورت گرفته است و این اثر 5 جلد می باشد. 5 جلد و 3 دوره تاریخی را فرا گرفته است، 3 نسل غلامان را. او من یک اثری هست که با بزرگی، با شهامت، با مضمون والای خود در میان اثرهای استاد عینی موقع خاصه دارد و در روبروی دانشکده صنعت تصویر و دیزاین تاجیکستان مجسمه استاد عینی و مجسمه های دیگر نیز جای داده شده است. ما به آن خاطر درباره اثر غلامان برای شما معلومات دادیم دوستان عزیز که همین مجسمه هایی که در اینجا ساخته شده است فراگیری رمن غلامان استاد عینی می باشد و امروز با یکی از هیکل تراشان، با یکی از صنعتکاران معروف تاجیک محمود بابایف اطراف همین مجسمه ها صحبت خواهیم راست رفتیم. درود استاد، خوب هستی؟ رحمت. تصمیم ما همین بود که درباره همین مجسمه هایی که همینجا نصب شده است، یکی از مجسمه های خیلی محتشم و زیبا که واقعا هر نفری که از اینجا بگذرد شاید یک بار در ذهنش اندیشه پیدا شود که مؤلف این کیست و اون من همین مجسمه ها درباره چه قصه میکنند و همین سوال چند وقت در ذهن من هم بود و میخوام که این جواب این سوال از شما بپرسم. تحت روبروی سرمعمار شهر کریموف رستم جلالویچ، یکی از معماران به نهایت بزرگ بگیم خطا نمیکنیم، پیشنهاد میکند خود لایحه رو با خود حکومت همون وقتی دوره شوروی که در همون دوره تمام خلق و ملت هایی که در حدود اسیر بودند آنها قهرمانان خود رو، سردفتر ادبیات خود رو همچون مجسمه های بزرگ می ساختند. اینها رو مثال آوردن ممکن است چی در بلاروس، چی در کوکاز، چی در خود مسکو. بعد بین ریسپوبلیک های برادری اتفاق اعلان می شود که در همین لایحه که اشتراک کرده می تواند. خیلی ما خورد بیم اون سوها اینو بر همین سبب در بین اتفاق رسامان تاجیکستان و اتفاق رسامان اسیر یکی از چهره های بزرگ هیکل تراشی آذربایجانی حسین الداروف همین کار رو به گرده میگیرد. این کار به نهایت کاری بزرگ است. تحت روبروی یکی از معماران روس اگرانوف و رستم جلالویچ همین لایحه را پیشنهاد میکنند با تمام اثرهایی که در دو دور، در دوره فئودالی و در دوره سوسیالیستی طرز نوشتن از روی اثرهای استاد صدرالدین عینی آنها در اینجا همون پرسوناژ ها، همون قهرمان ها رو می آفرند که خودی کتاب خیلی نقل میکند. همین خیلی در اینجا مجسمه از خودی از استاد عینی شروع میکنیم. خودی استاد عینی ساخته شده است از فلزات برنجی، از خودی ته کرسی سر کرده تا بالا 11 متر می باشد. این مونومنت یعنی مجسمه بزرگترین است در خودی اسیای میانه گوییم خطا نمیکنیم. خودی سرمعمار در خودی شهر دوشنبه حرکت میکند که یک میدان را انتخاب کند که تمام اهالی این رو دیده تواند. پیش اگر شما به خاطرتون نیست، من به خاطرم هست سالهای پیشین با یکی از هیکل تراشان روس معلمه تاتارینووا اون جایی که خودی درختی و هست ارچه هست در همون جا بین همین دو ارچه نیم پیکری استاد صدرالدین عینی بود. اگر خودی نیم پیکره و اونقدر مجسمی بله بنابر همین به خلاصه اومدن که یعنی بزرگی استاد صدرالدین عینی رو نه اینکه در تاجیکستان بلکه در آسیا میانه در جهان مشهور گرداند با این مجسمه بزرگ. و خودی در همون سال 1978 این بنیاد شد. سال 1980 خودی الداروف، حسین الداروف و خودی رستم جلالویچ یکی از مکافات های عالی دوره شوروی رو صاحب شدند.
واقعا هم خیلی اون شکوه و شهامت و صلابت استاد عینی در همین مجسمه تجسم یافته است. بله، یعنی این دوره که خود استاد با همون عصاش میگشت در کوچه‌های شهر دوشنبه همون تجسم یافته است خودی بزرگی عینی در خودی همین منامه. و در پس منظر همین مجسمه بزرگ استاد عینی مجسمه های دیگر در اساس رمان غلامان، بله میگن که در اساس رمان غلامان ساخته شده است و سه دوره رو در بر بله بله. شروع میکنیم از دوره اولی که استاد عینی در رمانشون نوشته است. یکی از رمان‌های بزرگترین این رمان غلامان است که در خودی تمام دنیا مشهور است و تمام ابرازهای فرد و امروزی تاجیکانی که در بخارا زندگی میکردن همین ها رو تجسم میکنند. این سنگ خورا می باشد، یعنی گرانیتی سرخی که در خودی شیدان خمون هست از همین سنگ ها و خودی موادش باشد از خودی فلزات برنجی. از فلزات برنجی این به نهایت اثرهای عصر میشد، به نهایت یعنی وی بزرگ دارد. قدر بله، یعنی همون دوره در ابراز دو نفر تجسم یافته است در خودی خودی هیکل، در خودی مجسمه. مثلا مجسمه ساز زمین است که مثلا یک رمان بزرگ رو میتواند که ابرازش رو مثلا در دو مجسمه تشکیل بده. در خودی هیکل های بزرگ یعنی مونومنت ها، مونومنتال اسکولپتور میگن به زبان روسی، اینجا رول اساسی رو سرمعمار اجرا میکند و پیشنهاد میکند به خودی ایده مو خودش رو میدهد که مثلا همین طرز همین خیلی ساخته شود، یعنی و از روی چینک از روی مشرب معین میکند، بعد خودی هیکل تراش این رو با دیگر شاگردانش میتواند که سازد. یعنی در اینجا رول اساسی رو بازی میکند خودی معماران و خیلی ابراز زیبا است. بله. مثلا اینجا چقدر در حالت گرفتاری بود، مثلا اندوه و غم و اینجا هم حالتی مثلا وارستگی و غم و اندوه. و خود همین رمان غلامان استاد صدرالدین عینی عنقریب 100 سال دوره تاریخی رو فرا گرفته. بله بله، یک عصر رو در بر میگیرد. و عموما هنگامی ساختن باید که رمان رو بخونی، باید که مثلا محتوای اون رو درک کنی و فکر میکنم که گروه کاری کلان به اون جلب شده بودن. بله، کریموف رستم جلالویچ یکی از دانشمندان بهترین در ساحه معماری است که پس از مرگ وی یکی از کوچه‌های شهر که نام ملده گواردیا بود با نام کریموف رستم جلالویچ گذاشته شد که من در اونجا برای ردیف اون رو ساخته بودم. و دوره دوم، این دوره دوم دوره هست که دوره مبارزه است. بله، یعنی دوره مبارزه با سودخورها، با شخصیت‌هایی که در خودی بخارا آدم‌ها رو غم می‌دونن. خودی رمان مرگ سودخوران در اینجا، یعنی خور اسمت هم در اینجا هست. در اینجا همون شخصیت‌هایی که مثلا خودی آدینه سرکردگی، یعنی چطور آنها عذاب و شکنجه می‌یافتند در دوره همین پادشاهی فئودالی، در دوران فئودالی بگیم اگر خطا نمی‌کنیم همین رو. یعنی ابرازها به نهایت خوش‌روی آمادگی است، برای که هر یک کدام این اول از خودی لوی یا پلاستیلین ساخته می شود. وقتی که سرمعمار و خودی همون هیئت کمیته که شما گفتید اجازت داد، بعد همین ساخته می شود. بعد در شکل بزرگ یعنی به مشرب برداشته می شود. از برین چگونه می‌سازن؟ قالبش رو می‌سازن اول؟ نه، این به نهایت مشکل است. اول این رو از خودی لوی میگیرن، همین شکلی که ما دیدی سودیم. این اول از همون لوی که کرامیک میگن که لوی کلول ساخته میشد با کرکس، این به نهایت مشکل است. بعد از این رو قالب میگیرن، قالب در قالب با موم، یعنی واسکوی فرم میگن اینه که در وقت ریختن خودی فلزات برنجی همون قالب نشکند. برای همین هم این با قالبی که طرز خودی آهن، وقتی آهن آب کردن باید مستحکم ایستد و این پیدا شود خودی فلزات برنجی. در اینجا خیلی میبینیم که یعنی ببینید فلسفه اش رو ببینید که یعنی از میان این همه مثلا رنج، از میان این همه مثلا درد و مشکلاتی که هست بیرون جستن با قوه و بازو
برای آزاد شدن از همون بله. دور و زمان. همین رمان هم چقدر همون دوره ها رو خوب تجسم کرده است و هر خواننده ای که اثرهای استاد عینی رو میخونه به وقتی که به اینجا میاد البته با درک معنی همون مثلا مجسمه ها میرسد که اینجا استاد عینی چی خواستن و چگونه مثلا معماران همون خواهش های استاد عینی رو من همون ایده های استاد عینی رو در مجسمه ها تجسم کرده. و درباره این صنعتشناس لطفی عینی مراد و بسیار صنعتشناسان کم و بیش نوشتگی هستند. خودی استاد صدرالدین اون چیزایی که ریالی بود یعنی همین رو نوشت. در اینجا ما میگذاریم گذریش از دوره فئودالیسم به سوسیالیسم، یعنی رولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر، یعنی شوروی در خود بخارای شریف. در اینجا یعنی مبارزه رولوسیونران تاجیک بر ضد خودی همون شخصیت هایی که نمیخواستند که همون انقلاب در خود اسیاییان برپا شود. اینو بر همین در اینجا بسیاری اینها رو نامبر کردن ممکن است از خودی. بله. ببینید اینجا من فکر میکنم که مثلا شخصیت اول این روس است. بله بله. از روی چهره و از روی طرز لباس و شخصیت دیم این تاجیک است. این ممکن کدام یک کماندیر روس باشد، ممکن جانشینای فرانسه باشد یا پتوفسکی باشد، همونها باشند که همراه تاجیک‌ها یک جای مبارزه برده ایستادند. از روی طرز لباس پوشی همون دوره اکنون در اینجا گپ بسیار است. بله واقعا و همین اثرهای مونومنتالی یعنی اثرهای بزرگ و مجسمه‌های بزرگ چه موقع دارن ما در صنعت تصویری؟ که موقع آنها یکم از این سالهای طولانی قریب 15 سال میشه در باره همین من کار میکنم در خود آسیای میانه بودن، یعنی هیکل‌های مونومنتالی. این خودی همون مثلا خودی موزله که اسماعیل سامانی است همون هم مونومنت گفتن درست است. یعنی که خودی 13 متر اجنتیفا که در خودی رایون بختر هست اویستا در بین تاجیکان یعنی موقع پیدا شد که آنها یعنی خودی دوره های پیش یعنی صنعت قدیمی خود را در خود هیکل های مونومنتالی نشان دهند. ولی استاد ببینید که در زمان استقلال چگونه تغییر یافت. ما بیشتر به هیکل های مونومنتالی تکیه کردیم که ارزش های ملی ما رو برای بیان می‌کرد. بله. یعنی اونجا تاریخ و تمدن ملت تاجیک نهفته بود. خاصتا مجسمه اسماعیل سامانی و مجسمه نوی استاد صدرالدین عینی در باغ استاد عینی و در هر منطقه ها مجسمه اسماعیل سامانی یعنی همون مونومنتالی که هست. یعنی ارزش های ملی در این دوره رشد کرد. در همین سالهای نزدیکی 80 خودی هیکل تراشان تاجیک توانستند که یعنی صنعت ملی خود را در خودی هیکل نشان دهند. یعنی مکتبی خودی هیکل تراشی تاجیکان پیدا شد که در اینجا بسیاری چهره های نامبر کردن ممکن است که به مانند مثلا زخروف، میلاشویچ، ایوان میلاشویچ که وی زیاده از 40 سال هیکل تراشی کرده است در تاجیکستان. گنیف خودی دیگر هیکل تراشان نامبر کردن ممکن است که آنها پس از استقلالیت در آوردن به دست باز من حاضر مونومنت شاه اسماعیل سامانی را در رایون ها وی کردستان. این خوب است. این بنیاد خوب است برای نسل آینده. بنیاد این خوب است که یعنی درباره شاه اسماعیل سامانی درباره دیگر قهرمان های ملت حالا هم همین ها رو هم همین پیکرهاش رو ساختن ممکن است. از تاریخی همین ساختن همین مجسمه ها برای ما بیشتر بگوید که اون سالها اومن چی مرحله ها پس سر شد که تا این بودم مثلا مجسمه زیبا روی کار بیاد. اکنون وقتی که گفتم که مکتبی هیکل تراشی در تاجیکستان پس از همون شور لنینیسم پیدا شد در فوند بدهی در خود استخوان های هیکل تراشان، یعنی از طرف شاه ایران از طرف معماران سپاری شد که ما باید قهرمان های ملت خود را یعنی گذشته خود را تجسم کنیم. یکی از همه خیلی مونومنت ها در رایون وحدت است. این بزرگترین مونومنت در آسیای میانه است که بیبی زینب از رایون لنین در دستش شمشیر از سنگ خارات ساخته شده است. هیکل تراشان
از خود ارمنیا، گاسپاریان و آروتانیان و همین بسیارتر در ما هیکل‌تراشان کاوکاز بسیار می آمدند در همون سالها. چی آذربایجان چی ارمنستان آنها در باره همین صنعت ملی خودمان بسیار آگاه داشتند. بنابر همین سبب و او را باز تکلیف میکردن آخره تکلیف میکردن. بسیاری هیکل‌تراشای خودمان مثلا خودی مختاروف یا خوبوف قرا زاکر اینها در برابر پیدا شدن هیکل‌های کلانی که دایر به خودی پروپاگاندای لنینیسم بود، اینها رفته در خارج در خود لنینگراد در مسکو خوانده آمده. باز از نو مثلا خودی میلاشویچ ببینید که چقدر هیکل‌های بزرگ آفریده است در خود تاجیکستان. زیاده از 11 هیکل مونومنتالی در خود دیواری نویسندگان، خانه نویسندگان. بیرون از این هم زیبا هستن اون مجسمه. بله، در آنجا تمام اثرهای خودی همین کلاسیکان تاجیک اونجا درج کرده شده است و از روی خودی همون صنعت معماری که در خودی تاجیکستان بود، اصلا از خودی سنگ اوهک سنگی که آورده شده است در آنجا رمزی گل، رمزی خودی همه همون پیشترنگی خودی صنعت معماری کلاسیکو نشان داده شده است. از خودی کتاب سر کردگی تا خودی چهره آنها همش بیت هایی که اونجا اقتباس آورده شده. بله بله بله. چطور نبود اطراف اینجا؟ این روز می‌بینیم که زیباتر شده. چقدر مثلا اینجا روز کرده است، زیبا شده است. در همون دوره این وای راهگذری زیر زمینی نبود. همینجا هم گذرگاه بود. و گفتم که با رای راست همون وقتی که به گلگشتی که به طرف وокزال روی آهن می رویم، در بین همون دو وای این پیکره استاد صدرین عینی بود که مؤلفش تتر نام می باشد. خیلی وای در استخوان‌خانه حالا نگاه داشته شده است. و در آخر همین باغ یک مجسمه دیگر هست استاد. و این مجسمه هم کوی بهش می باشد که در اونجا تجسم کرده شده است در نزد روی آهن که با روی آهن وای کس آمدگی است. در همون نزد میدان درباره وای معلومات هست. درباره وای معلومات فرونزه کوی بشه همین ریولوسیونرهای دوره شوروی. و ببینید که همین مجسمه مثلا چند سال پیش ساخته شده است در دوره از سال 1978 بود سودان کو 40-50 سال قبل ساخته شده است و تغییر نیافته است. و بیان کننده تاریخ است. بله، هر کسی که میگذارد مثلا 30 سال بزرگتر خاطره های است و از اینجا مثلا فرق میکنه. و برای نسل های آینده نیست همچون مثلا یک خاطره همچون یک تاریخ باقی میمونه. بله، این مجسمه ساختن یک صنعتی هست که تاریخ رو نگاه می‌دارد، تاریخ ملت رو نگاه می‌دارد. بغیر از تاجیک زبان ها خودی نمیسا گگل گفته است که همین تمدنی که در روی جهان هست این مدنیت از خودی دولت هخامنشیان سر زده است. خودی عالمی نمیسی نگفته است. خودی جناب لالی در تمام آن درباره کوشانیان، درباره هیکل، درباره تنگ سیکه زدن هیکل ها و خودی کلا دیگر یعنی معرفی کرد در تمام جهان که مثلا تاجیکان چقدر مدنیتی بلند دارند در عرصه جهانی در بشریت عمومی جهانی. داننده است مثلا تاریخ، داننده صنعت معماری یک دوره تاریخی ما هستید. بله. که بسیار از شما پرسیدن، بسیار از شما سوال کردن و منفیت کار است. بله. و شما برای میخواهم و باشد که در برنامه‌های دیگر با شما بخوریم و اطراف کارهای بزرگی صنعت هیکل تراشی از شما معلومات میگویند که مجسمه ها بیان کننده تمدن، فرهنگ و زندگی آسایشته یک دوره تاریخی هستند. و دوستان عزیز، ما در برنامه امروز میگویند که اطراف همین مجسمه زیبا صحبت کرده و معلومات جالب نیز برای شما دادیم. مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر، شاد و پیروز باشید. خیر.